باقرزاده فعال حقوق بشر و مستر عرفان کیهانی هستم. قرن حاضر قرن رویارویی اندیشه هاست. استاد محمد علی طاهری. امروز محمد علی طاهری به واسطه همین عقیده به علت بیان اندیشه خویش به مدت 2 سال و چندی است که در سلول انفرادی زندان اوین به سر میبرد و مورد شدیدترین آزار و شکنجه های قرون وسطایی و تحقیر و توهین قرار گرفته است. به راستی به کدامین گناه، به کدامین جرم؟ آری، ایشان نه تنها به این اندیشه باور داشته‌اند، بلکه برای این مهم به مدت بیش از چند دهه است که مبارزه می‌کنند. امروز در اینجا جمع شده ایم تا نگرانی خود را از وخامت وضعیت جسمانی این محقق دگراندیش به گوش جهانیان برسانیم. محمد علی طاهری در 27 ماه گذشته 9 بار دست به اعتصاب غذا زد. چرا؟ به دلیل وضعیت ناعادلانه و اتهامات واهی که بر ایشان وارد شده. او با این اعتراضات می‌خواهد صدای خود را به گوش جهانیان برساند. چنانچه امروز ما در برابر پارلمان بریتانیا صدای اوییم. ما از مردم بریتانیا و پارلمان و نمایندگان مردم بریتانیا و سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل تقاضای کمک و حمایت از این دگراندیش مبارز را داریم. محمد علی طاهری انسانی با خصایل والای انسانی است. پرونده او نمونه بارزی از زیر پا گذاشتن حقوق بشر است. حقوقی که منشور آن در 2570 سال پیش در ایران توسط کوروش باعث فخر ایرانیان شد. ولی چه سود که دولت‌های حاکم بر ایران یکی از ناقضین سابق دار حقوق بشر بوده و هستند. متاسفانه شعور بشر همگام با رشد تکنولوژی به اندازه کافی تغییر نکرده است و وجود این همه جنگ و فقر و جرم و جنایت و بالاترین آن جنایت بر علیه بشریت خود گواه آن است. استاد محمد علی طاهری میگفتند که دیگر وقت صحبت شمشیر نیست. همیشه شمشیر بازنده بوده و این قانون تاریخ است و انسان آرمانهای خود را دنبال کرده و این است که تاریخ را میسازد و جامعه بشری را متحول میکند. بدین وسیله از کلیه حاضرین در تظاهرات و رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهیم که برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی تلاش کنند که این نه تنها خواست ما بلکه بخش بزرگی از آموزه‌هایی است که محمد علی طاهری تا به حال برای آن مبارزه کرده است. متاسفانه مطلع شدیم که آقای سعید اردشیر از مربیان عرفان حلقه چند روز پیش حکم 5 سال زندان را دریافت کرد. با فشار بر خانواده‌ها و فرزندان این 2 خانواده عزیز ما نه تنها سکوت نمی‌کنیم بلکه با صدای رساتر فریاد حق، آزادی و حقوق بشر را به گوش جهانیان می‌رسانیم. جا دارد که از تشکیلات جنبش فعالان حقوق بشر که در سالهای اخیر سعی در مبارزه برای استقرار حقوق بشر در ایران و حمایت از آقای طاهری و دیگر زندانیان سیاسی را داشته‌اند تشکر کرده و همچنین از دست‌اندرکاران عرفان حلقه در بریتانیا که تظاهرات را سازماندهی کرده‌اند کمان تشکر داشته باشیم. در کشوری که 100 سال پیش انقلاب به مشروطه کرده، پدران و مادران ما مبارزه کردن برای حق آزادی بیان، برای حق آزادی اجتماعات، برای داشتن قوه قضاییه عادل، برای عدالتخانه. اگر نمیدونید بدونید که جنبش مشروطیت قیام مردم ما برای دستیابی عدالتخانه است. ولی در قرن 21 100 سال بعد از این ما هنوز عدالتخانه نداریم و افرادی مثل آقای محمد علی طاهری در زندان به سر میبرند به خاطر بی‌عدالتی. ما میخواستیم قوه مقننه مستقل داشته باشیم، ما باید قوه مجریه مستقل می‌داشتیم و همه اینا باید منتخب مردم می‌بودن، منتخب نمایندگان مردم، چه نخست وزیر چه رئیس جمهور. و الان شما می‌بینید که این اتفاق نیفتاد. پا گذاشتن حقوق بشر در داخل کیس آقای طاهری موجود، مثلا آزادی بیان. آقای طاهری از آزادی بیان محروم شد. آزادی اندیشه، آقای طاهری از آزادی اندیشه و بیان او و تدریس او. آزادی اجتماع یعنی که آقای طاهری حق داشتن اجتماعات برای بیان اندیشه خود را نداشت. حق ایجاد یک سازمان یا یک مجموعه‌ای به نام عرفان حلقه و کیهانی رو نداشت. ما به این که کم و کیف این عقیده چیست نظر نداریم. ما در تشکیلات جنبش فعالان حقوق بشر به عقاید مردم نظر نداریم. اون چیزی که امروز در ایران اتفاق میفته ما رو به یاد دستگاه‌های تفتیش عقاید دوران قرون وسطا میندازه که همه رو به واسطه عقیده‌شون مورد تفتیش قرار میدادن و اونها رو به واسطه عقیده‌شون زندانی میکردن و آنها رو به واسطه عقیده‌شون شکنجه میکردن.
جای تأسفه که در کشوری که خودش به واسطه تاریخی یکی از پیشگامان حقوق بشر بوده، به لحاظ تاریخی همه ایرانیان مفتخرند که کوروش هخامنشی منشور حقوق بشر رو برای اولین بار نوشته و در مورد آزادی مذهب و آزادی عقیده در 2570 سال پیش به اصطلاح اونها رو آزاد شناخته و منشوری رو تهیه کرده و در اونها عقایدی رو تبیین کرده که هر کسی آزادی که دین خودش رو داشته باشه، هیچ کس حق بیکاری و بیگاری نداره و همه باید باشون به صورت انسانی برخورد بشه. در همون کشور در طول تاریخ در قرون متعدد حکومت‌های متعدد دائما حقوق بشر رو زیر پا گذاشته و امروز نمونه‌ای از این رو ما در مورد در کیس آقای طاهری می‌بینیم. آقای طاهری یک دگراندیش، یک نوع قرائت دیگه‌ای رو از اندیشه‌های بشری و اجتماعی داره و در اونها من چیزی جز صلح و آرامش و هارمونی و گرایش به انسانیت چیز دیگه نیافتم. من در عقاید آقای طاهری در این 2 سال به عنوان یک فرد بی‌طرف، به عنوان کسی که اصلا هیچ وابستگی به عرفان حلقه ندارم، هیچ گونه خرافاتی رو ندیدم. درسته که با نگارش کتب متعدد در مورد ایشون یا دست بردن در کتاب‌های ایشون که من به شاهد بودم در بعضی از کتابی که ایشون چاپ شده عقاید ایشون مورد تحریف قرار گرفته، وگرنه ایشون چیزی جز رجعت به انسانیت و قوانین طبیعی